سلام دوستان، خوبی؟ دوستان یک دقیقه، فقط یک دقیقه به من وقت بدید. یک دقیقه یک مسئله بسیار مهم میخوام بهتون بگم که تو همه خونه اتفاق میفته. همتون باید مواظب باشید، همتون باید دقت کنید. گوش کنید. الان موقعیه که نظافتچی، تأسیساتی، خدماتی ها و خونه های مردم زیاد میرن. خیلی باید به این نکته احتیاط داشته باشید که از همه مهمتر کلمات خونتونه، رازهای خونتون فقط باید تو خونه بمونه، به هیچ عنوان رادیو نباید خبردار بشه. این نکته‌ای که همه باید رعایت کنن، این از همه مهمتره، این در نظر داشته باشید. دوم، مسائل مالیه. طلا، دلار، سکه، پول. شما همیشه که نظافتچی نمیگیرید، شاید تو ماه 5 بار 10 بار اینقدر نظافتچی بگیرید. برای اون 10 بارتون یه جای مطمئن برای وسایلتون داشته باشید، مخصوصا برای وسایل مالیتون. این خیلی مهمه. شما اگه تو خونتون دوربینم داشته باشید نمیتونید ثابت کنید که یک نفر از خونه شما چیزی برداشته. اینو حتما دقت کنید. خیلی مسئله مهمیه، اینو رعایت کنید. کسایی که برای خدمات خونه شما میان، در مورد خونه شما چیزی نباید بدونن، در مورد کارشون فقط باید بدونن چه کاری باید انجام بدن. اینو رعایت کنید. مسائل خونه یا مسائل مالی فقط برای خونه است، نه برای من غریبه یا نه برای اون همکاری که میاد خدمتتون. اینا رو رعایت کنید. این چیز بسیار مهمیه. ممنون از شما. تا ویدیو بعد.